میگم بعد از محتوا سازی سخت ترین کار تو معدنه. اشتراک آقا یه گیم مود براتون آوردم، قرار بریم توی معدن کار کنیم، داخل روبلاکس پیککس رو ورداریم، هی کندکاری کنیم و پول در بیاریم. بریم سراغ گیم مود. خب اومدیم داخل بازی. محسن امسیو داخل بیلبورد بزرگ نوشته شده چون خب آدم مشهوری هستم و این داستانا. و آره بچه همونطور که میبینیم ما بودجمون $10. بیایم اینجا میتونیم لول 1 پیککسمون رو بخریم. نکنین ما الان یه دونه پیککس اینجا داریم که برامون زغال سنگ ماین میکنه. چطوری؟ زغال سنگا رو بیار. همه زغال سنگا بازش میان توی این قسمت. به همین اسطوره کار کن گل پسر، کار کن. هی برام چیز میز تولید کن. بعد که بیایم اینجا میتونیم زغالا رو برداشت کنیم. میبینید الان 2 تا اور زغال سنگ توی اینونتوریمون هست. الان بریم. بعد میایم اینجا میفروشیم اونا رو. الان فروختیم، حالا میتونیم پول رو دریافت کنیم. به همین اساس ما الان $7 دیگه هم داریم، میتونیم یه کلنگ دیگه هم واسه خودمون بخریم. یه کلنگ دیگه هم بخر. بکن کندکاری کن مردی که سر شما. دنبال بازی در بیارید، دنبال ما تا در بیارم. بکن. آفرین. بیا اینجا. بیا 11 الان بچه $11 میتونیم در بیاریم. دونه رو داره به فروش میذاره. البته فروش که نه، داره داخل انگیر اینجوری آهنگری میکنه. بای بریم ستایش کنیم. بچه حالا این گزینه چی هست؟ این گزینه که پامون رو بذاریم روش 3 تا پیککسمون رو ترکیب میکنه به یه پیککس و ارتقا میده. اینجوری باعث میشه که ما یه پیککس اما با کاربردی بالا داشته باشیم. نکنید. بله ارتقا پیدا کرد به پیککس سنگی. به چقدر زغال سنگ. میبینید الان داره چیزام تولید میکنه. کلوخ هم تولید میکنه مردی که عشق. بریم اینجا همه رو بفروشیم. اینجا فروشمون بره بالا و بالاتر. چرا که نه؟ بچه کلی سنگ داریم الان. 50 تا سنگ. بنازم. هر سنگ 5 تا بهمون لوت میده. بذاریم اینا همه رو بفروشیم. بابا $100 بنازم. این چیه بچه ها؟ نمیدونم چه هرچی هست، میخواد چیز جالبی باشه. این چیه؟ بچه ها میتونیم مستقیم چیز تولید کنیم. بذار اول چند تا پیککس چیز بسازم. چند تا پیککس چوبی بسازم که باهاشون بتونم زغال تولید کنم. زغال دوست میدارم دیگه. خواب ببینم دل تو رو توی ماین ببرم. بدون تو حالم خرابه، مستراب نیازم. حالا بدو بخیارم. میدونی دیگه پادشاه این بیغوله محسن امسیو. اینجا جایی که فقط محسن امسیو میتونه قدرت نمایی کنه. بذار ببینم این قسمت دوم چیه. بچه کلنگ مسی هم داری. بنازم. مس تولید کن برام. آره چقدر بچه من دارم گیم مود حال میکنم. بنازم. بذارم همه رو بفروشم. بفروش. پولا رو بهم تحویل بده. ابدا بی تربیت. ماین کن. بیا یه تا دیگه. انگار اومده توی ارم هوایی شده 200. اما بچه ها کلی پیککس میارم اینجا. حالا میخوام اینا رو با هم دیگه ترکیب کنم. چپ چیزی شد. بنازم. بای همه رو بهم بده داداش. پادشاه این بیغوله بنده هستم. بله بچه ها میتونیم اینا رو همه رو بفروشیم. آخر شب بریم لازانیا بخوریم. این چی؟ من آخه نفهمیدم. 8 پر سکند. در ثانیه چقدر گرفتم. داریم اینو بچه این گزینه رو ارتقا میدیم که گزینه خوبیه. کلی به پیسسک. بچه طبقه دومم رفتیم. فی همه رو بده. میخوام همه رو بفروشم. تولیداتمون داره بیشتر میشه. بچه برم به همسایه‌مون یه سر بزنم ببینم همسایه‌مون که
غلطی دارم میکنم. اینو بذاریم اینجا که کالا رو بذاریم. اوه کله بده. نه چه کلنگایی داره، کلنگ آهنی، دایمندی، اپسیدین. چقدر خوشحال دارم. نترس دوست، نترس، تا هم به اون روز میرسی، نگران نباش. بله. ای بچه چه استاد بهمون؟ این چیزه چیه؟ این چیه بچه؟ با $1000 پول دادم میتونیم این چست رو باز کنیم. خب اوکی $1000 نمیخوام آقا، نمیخوام آقا. تو چست گنج پیدا، آدم گنج پیدا میکنه با لگد میره توش که بازش کنه، بعد پول بدیم. از گوشاش برداریم. ای بابا دستش که دستش بابا بس دیگه. این رو بذار اینجا. آها این رو بردار، اینو یه ارتفاع ریز بده. آها بچه بریم بازم پیسش بگیریم. پیسش. آها یه دونه دیگه همه رو با هم یکی کنیم. آها ایول به بچه کلنگ آیرونی ها گرفتیم. دوستان عزیز کلی ارتقا بازی انجام دادم. این وسط ببینید 4 طبقه پیشکش آوردم و یه چیز خیلی خفنی که اون وسط دیدم. آخ جعبه دایمندی اومد نوشتن توف غیرتش. حالا میخوام بچه چست باز کنم. بچه ها بهم گفتن که با باز کردن چست دایمندی. آها چست دایمندی. اون چست دایمندی رو میخوام. 100,000 تا پول باید بهش بدم. مردی که میخواد من پول از کجا بیارم؟ خب من پول ندارم. بیا بکن کف دست منه. 100,000 تا پول یا اول فصل 2 برابر من قد داره. این چه خبره مرد مومن؟ بچه کارو دارید بچه. اینا میخوام همه رو با هم دیگه مرج کنم. اوفه تیتانیوم بچه. کلنگ تیتانیومی هم گرفتیم بچه. داریم قله ها رو دونه دونه فتح میکنیم. به همه اینا رو بده. خب همه اینا رو بذارم به دل کار. اینم از این. آها ارتقا بده گل پسر. ارتقا بده. ما به همه اینا نیاز داریم بچه. اینو فعلا باید بذارم کنار چون به دردم نمیخوره. خب بعد چستای دیگه رو باز کنم. چستای دیگه 3,000 تا. بذار ببینم چه پیکسی میخوام برم. پیکس خوب بده. آیرونی نه بد نیست. یه دیگه هم باز کنیم. نه پول ندارم. پولام تموم شد. فقیر شدم. دیگه پول توی آستینم ندارم. اینم از این. همسایه هم بزنین دادن چیکار میکنن. این یارو از من قطره. من کلنگم تیتانیومیه. گریه کن. بچه چقدر اینجا لوت. همه رو بردار. بزن به درد بیدرمون. بریم اینجا بچه کلی کلنگ بخریم. 5 طبقه کلنگ. حالا همه اینا رو با هم یکی میکنیم. پیشرفت قدرت حیرت غیرت و ویرت و مرمت و فروت و همه اینا رو بفروش. کلی باشو کار دارم مردی که سرچو ماغره. اینم بذار اینجا. داریم هی بچه پیشرفت و توی رگامون احساس میکنیم. آره اوراتو بده. اور سرعت نمیشه خیلی. بذار ببینم این چیه. نمیشه چی لایک the game. میشه لایک نکنم بهم پول بده. نمیده. بله کندکاری کن. این چه چستیه؟ چست دایمندیه بچه‌ها. واسه چست دایمندی رو بهم بده.
بابا اینو نده. 200,000 تا پول میخواد. من 200,000 تا رو از کجا بیارم خب مرد بابا؟ ایشه بذار کلی کلنگ بخرم. بهم کلی کلنگ بده، همه رو مانده یکی کن. بای خب بچه ها الان کل پول جمع کردم، میخوام اون آخریه رو بگم. 25,000 تایی نکنید. ها؟ این چیه؟ تانگستن دیگه چی؟ همون امرالدی میشه. عجب خفنه این پیککسه. چه اورای عجیب غریبی رو بهمون میده. اینا رو بزن بر بدن. اینا رو همه رو بفروش. بچه‌ها بهترین پیککسی که شما تونستید توی این گیم مود به دست بیارید چیه؟ حتما داخل کامنت ها بنویسید. کامنت ها رو همه رو میخونم، لایک میکنم. هر کی میگه نمیخونم بهش بگو کله بده دروغ نگو. چرا خب داد میزنی واسه آرامش خودت حفظ کن. آها اینم از این پول. این چست دایمندی رو انقدر میگیرم دستم تا خسته شم. والا 200,000 تا شد 300,000 تا. داداش مگه داخل ایران تورم گرون بشه؟ ای خدا. حالا به پیش اسک بده. پیش اسکای فراوان بده. بیا از این ورا گذاریم، دلو هر جا میخوای میبریم. حالا بیا حالا برو حالا بخش. بهم کلی لوت بده. به کلنگای خفن، کلی پیککس دیگه. کار تو معدن اونقدر هم که میگن سخت نیست. بخواب محسن سرشما چرت و پرت میگه. کجاش شبیه کار تو معدن تو واقعیت؟ گل پسر اشتک بازی در نیار. این از این. بیا از این مرا گذارید، دل هر جا میخوای نبریم. لوت بده. نم بارون. خب همه اینا رو بذار اینجا. اینم بیار بذار اینجا. 18,000 تا. بذار اینا رو همه یکی کنم. اینا دوباره بخرم. دوباره همین هم دیگه. خر بخواب رو زمین یه دقیقه. داد و بیداد میکنه. همه اینا رو بزن. ماشالله مال و ثروت. کاش که میشد بچه اسپید خرید یکم با سرعت بتونیم جا به جا بشیم. شبیه پیرمردایی. پیرمرد. آره دیگه بچه ها داخل کامنت ها بگید اگه دوست پارت دومش هم بریم پیککس های خفن تر، پیککس دایمندی یا اون همسایه‌مون پیککس چی داشت ابسیدیانی داشت بگیریم، حتما بگید داخل کامنت ها بریم برای قسمت بعدی. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. لایک فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه از روبلاکس. خدا نگهدار.